روزی روزگاری ویروس ناکرو در فینیتو بسیار بالا گرفتندی. دهان پوشی مراده، دهان پوشم کجا بود؟ پس الکلی مراده. الکلم کجا بود؟ پس چه چیزی داری که مراده؟ فعلا برای رفع کتی فقط عنبر نصارا دارم که اونم اگه نگیری فردا گرانتر میشوندی. کمی پنبه و روغن قرمزه هم ته انبار هست که چون نایاب شده باید یواشکی برایت بیاورمندی. روغن قرمزه رو بده به اون کت خدای لامروت که ما رو به این روز انداخت. ای بابا این چیزا مال اهالیه، هرچی دستکش و الکل پیش کت خداست. اهالی فینیتو، ناکرو کار دشمنان می باشندی، کار اجنه می باشندی. دشمنان ما را تحریم کردندی، به خاطر همین نمی توانیم در مقابل ناکرو کاری بکنیم. شما هم فعلا صبر بنمایید و برای جسم ناقص من دعا کنندی تا ببینیم چه می شوندی. خب تمومه؟ دوربین را خاموش بنما. آهای قال قاطرها را آماده کنید تا مقداری ماسک و الکلجات به سوراباد و چیناباد و بغداباد بفرستیم. روی قاطرها بنویسید اهدایی از طرف کت خدای فینیتو. دار و ندار فینیتو رو قلومبا کرده، بعد به اهالی که میرسه روزه میخونه. اینجاست که باید گفت کت خدا باید گم بشه تا ناکرو جمع بشه.